اولین خط تلگراف در زمان ناصرالدین شاه قاجار بین کاخ گلستان و باغ لاله‌زار کشیده شد. بعدش اومدن یه سری قراردادها با کمپانی‌های خارجی بستن و این خطوط تلگرافی رو به شهرهای مهم دیگه ایران هم انتقال. بین تهران و شهرهای مهم ایران یک ارتباط تلگرافی برقرار شد. روزی که تلگرافخونه توی تهران افتتاح شد، کسی باورش نمیشد که چطوری میشه پیام‌هاش از طریق سیم به شهرهای دیگه انتقال پیدا کنه. از اون بدتر افراد کم سواد و خرافاتی هم اعتقاد داشتن که توی این سیمای تلفن ارواح و شیاطینه. مردم رو می اومدن از این مخابرات تلگرافی دور میکردن. دولت خیلی تشویق میکرد که مردم بیان خبر خیلی مهم و فوری و به وسیله تلگرافخونه انجام بدن، ولی خب مردم اینو بیشتر شوخی میدونستن و زیر بارم نمیرن. وزیر تلگراف اون زمان علی قلی خان مخبرالدوله بود. اومد با اجازه شاه به مردم اجازه داد تا با دوستا آشناهاشون توی شهرهای دیگه بیان صحبت کنن به صورت مجانی تا باورشون بشه این مخابرات تلگرافی شعبده چون مفت رایگان شد. مردم هجوم آوردن. از یه طرفی دیدن که واقعا پیامشون داره میرسه به شهرهای دیگه. هر روز این هجوم بیشتر. هر چی که توی دلشون بود، از سلام و احوال پرسی گرفته تا شوخی و گلایه، روی کاغذ می نوشتن و به مخاطب خودشون مخابره میکردن، چون حرف مفت بود. بعد یه مدت دولت به هدفش رسید. از یه طرفی هم کارمندای تلگرافخونه واقعا از این هجوم مردم آسی شده بودن. دیگه شاه دستور داد که بالای تلگرافخونه بنویسن حرف مفت زدن ممنوع. از این طرفی هم خب مردم اصلا زیر بار نمی رفتن که تا الان حرف مفت می زدن. حالا دیگه الان حرف قیمت. اصطلاح حرف مفتم از اون زمان به یادگار موند.